افضلشاه شادی، هنرمند مردمی تاجیکستان، چند روز است که مهماندار است. مادر مشت پرش قدم رنجه فرموده به کلبهش. ادبیات سند به چیزایی نظم آمده است. رحمت میخونم کلی بچه. رحمتی جانبیک اکابر رو نویسنده درباره اینجا استاد ابلانکو نریمان بقازاده موسی دینار شایف این شعرهای عجمی چاپ شده سود. خبر این چیزهای زور من همطور نوگیت و ای دیدم سری دستی خدا خواهد میخونم ولی اینکه میگیرم بچه رحمت دانش می رحمت. چون غذای معنوی فرح بخش روان مادر است، بعد پیاله چای حتما سیر جهان معنوی می باید که این رو افضلشاه خوب می داند. زنک جان چای تمامی آدم در این کس خیش، تمامی انسانی که میبود این کس یک بالا کره هوای در خودشون خیش میبرونن. همین عادت من بهم هست. همه اساسا راست دیگه بگم همین مادری من این کس من به دنیا آوردگی با اوچی کلانی ما رحمتی از درواز بودن نامی من موندگی اون کس با من شیر دادگی اون کس هم اوچیم بودن و تمامی مردمی درواز همو از شرافتی وای اوچیم ما با تقای ما با خیش. این طرف تمامی مردمی سمرقند ما با خیش که برای که مادر این کس در سمرقند انا به دنیا آمدگی بابا کلانوی ما از خطلان زمین فرامده رفته بخارا، از بخارای شریف بعد آمدگی پنجرود و پنجکند. اما من تخمی آدم پریشان میگن همین تخمی پریشان من در همین ذات و اولاد خدا ما دیدم راست بگم. اوچه نازنین و آراسته و پیراسته افضلشاه از مهربانی پسر و دختر دیگر در کرته نمی غنجد. وقتی که به خونه این کس من عروس شده در اومدم اون وقت نمیشناختم اینها رو، نه مادرشون رو نه خودی شوهرم رو. حاضر نام نداشتم، مشهور نبودم. بعد همچون دختر اونها این کس مرا قبول کردن یک مهری در دلم همون وقت جوی شد. حس کردم که این کس مرا همچون دختر بعضا از دخترای خودشونم بیشتر یک مهر داشتن در دلشون نسبت من خیلی خرسند شدم و همین مهمان قبول کنی سخنهای شیرین از همین مادر آموختم. میدیدم وقتی که در خونهشون می اومدن مهمان ها زن ها همسایه ها خشتبار ها جمع می شدن این کس اول با شعر خوش آمدید می گفتن، بعد در حقی همون مهمان ها یا اگر اگون توی باشد یا زادروز باشد حتما شعرها میخوانند. معرکه ها میرن شعرخوانی میکنن و گپ میزنن. من جنگ میکنم که بسیار نکنید شعرخوانی، بس کنید. یا حافظ من بس در اولادمو در تمام توی اون کس رئیس توی بودم. مثل پسرشون دیر کرده میرفته باشن یا سری وقت در معرکه حاضر می؟ اینکه عادتشون نمیتسکی همین توی ما وقتش به هستن و من همین وقتا با آداب شدگم. راستش رو بگم سیر دلم رو با مادر بگم نباشم. تیر مهمان خیلی نه خدمتشان بسیار با وجود این خدمتی من به جا میبیارن، خدمت شوهرشان به جا میبیارن، بچه های مکتب تیار میکنن، مهمانا رو نزد خدمت میکنن. من رضا هر دیشان من بسیار خرسند. مادر به خونه پسر خوش اومده. این کس خانی من به نه خانی این کس به من. مادر از فرزند همون وقت به راضی شدنش ممکن که به فکر من اگر یگون گپی مادر فرزند از زمین نمونه. یک بار در بالای ماشینی بارتوای اخودی پنجکه تا قیصر تورت بردیم برداشته یک دست ماشین داشته یک دست تورت داشته بردیم. سونی من گفتم این بالاش چند اما وقت آفته بالاش بشدگی نبوده. اکو من باید که شکرانه کرده میگرفتم من هم وقت یاش گفتم اینو بالاش چند انا همی احسان به ایستاده. چنان که استاد لایق میفرمایند گر شاعران عالم یک جا مدیح گویند یک بیت هم نه ارزد اندر ثنای مادر. این مادر در وصفش گفته و مادر وصف کرده نمیشد.
بزرگشه. همه این مادران خوشرو هستند. اگر یک مادری که یک فرزند به دنیا آورده است وای خوشرو است. مادری بچهای من 5 تا تولد کردگی، مادری منم 5 تا تولد کردگی. فرقشون هم که مادری من در باغچه بچگان در مکتب میانه معلمه بودن، درس میدادن، دیرکتوری باغچه بودن، چند 29 سال قریب 1000 ها طلبه تربیت کردگی هستن. بسیار بسیار راضی میبینم مردکای کلام میگم آچی شما من درس دادگی، میگم من فخر میکنم. خیلی اویلی منم معلمه زبان هندی در یونیورسیته دولتی چندین سال درس داد. افضلشو نوزی که رو بیشتر میبردارد، نوزی مادر فرزندهای خش را یا که مادر مهمون در خانه خش را؟ عموما افضلشو یگان زنه در روی زمین نازش نبرداشتگی نیست. به هیچ نمیتونم که گویم که نه. چیزی که از طرف این امر شود ما اجرا کردنش باید تعظیم کرده خدمت میکنیم دستا پیش بر برای همین سلامت باشن دائما. هر دوشون هم مهرشون به قوت نیک. البته اوچه مادر ده خواهی نخواهی نیک خیلی البته زنم مهرش بلند میشه. زن کتی اگر 30 سال زندگی کنی یا 40 سال زندگی کنی الکی خودش خواهی نخواهی مهر و محبتش بلند میشه. ما اویلیم کتی 30 سال زندگی کردم 31 سال میشه. خدا بشکر. خیلی اوچه جانم کتی اکنون هم جوره هم اوچه بچه هم جنگ هم میکنیم آخر وقتا گپوی دیگر نفهمیده میمونیم. این حیات زندگی. بعد این کس من میفهمونم این کس من میفهمونم. با این شهامت و وقار و افتخار که خیلی روشن پیوسته پدید می آید از چهره گرمی افضلشاه، حتما با پیشنهاد ترانه تازه همین خوشی و همین گرمی را به قلب کل مادران نازنین ما نیز تقدیم خواهد کرد. ای مادر مادر یگانه بعد خدا، ای مادر مادر یگانه بعد خدا، ای دستی مبارکی تو خود دستی رها. ای مادر مادر زمامی عالم را گیر، از دستی بدان تمامی عالم را گیر. ای زنی تاجیک زنی فرخنده دور و زمان، ای تو مامی رودکی علامه سینا زنده باشی جاویدان. ای یک شبان رنج که مادر کشید با دو جهانش نتوان برکشید. غمخوار و غم شریکان از موی سر زیادند، اما بر روزی سختی خالیست جای مادر. از سطوت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشای شارد دستی دعای مادر. جاویدان باش ای مادر جانم.